به نام خدا، من دکتر رویا شرکت هستم، فوق تخصص ایمنولوژی بالینی و آلرژی. امروز میخوام کمی در مورد بیماری‌های نقص ایمنی اولیه صحبت کنم و علت اون اینه که در سطح جامعه چه پزشکان و پزشکان متخصص و فوق تخصص و هم در سطح جامعه در مورد این بیماری‌ها متاسفانه آگاهی‌ها شاید یه مقداری کم باشه و باید بیشتر در مورد اونا بدونیم. میدونیم که سیستم دفاعی بدن یا سیستم ایمنی که در بدن ما وجود داره در مقابل همه چیزهایی که از خارج میاد مثل میکروارگانیسم ها، باکتری ها و ویروس ها دفاع بدن رو به عهده داره. همچنین این سیستم باعث میشه که سلول های سرطانی و سلول هایی که نابجا هستن از بدن انسان پاک بشه و همچنین باعث میشه که خود ایمنی ایجاد نشه، یعنی بدن انسان در مقابل خودش وارد جنگ نشود. در سیستم دفاعی بدن، سیستم ایمنی از یه سری از سلول ها و یه سری از مواد دیگه مثل آنتیبادی ها و پادتن ها و امثال این تشکیل شده که هر کدوم اینها بسیار مهمه در مقابل همین وظیفه‌ای که سیستم ایمنی بدن داره و هر کدوم از اینها باعث میشه که انسان بتونه سالم باشه و دچار عفونت‌ها و بیماری‌های دیگر نشود. در بعضی از مواقع این سیستم دفاعی دچار اشکال میشه اون وقتی که بیماری‌های نقص ایمنی ایجاد میشه. بیماری‌های نقص ایمنی میتونه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه باشه یا بیماری‌های نقص ایمنی ثانویه. بیماری‌های نقص ایمنی ثانویه مواردی است که به دلیل بیماری دیگری انسان دچار کاهش سطح ایمنی بدنش شده. مثلا اینکه بعضی از عفونت‌ها مثل HIV یا مثلا سرطان‌ها، مخصوصا سرطان‌هایی که با مغز استخوان در ارتباطه، یا مثلا داروهایی که به دلایل مختلف سیستم دفاعی بدن رو پایین میارن ولی خب مجبورن که در اون بیماری ها استفاده بشه و بنابراین سطح دفاعی میاد پایین. ولی ما در مورد بیماری های نقص ایمنی اولیه امروز میخوایم صحبت کنیم که بیشترشون مادرزادی هستن، یعنی یک بیس ژنتیکی دارن، یه پایه ژنتیکی دارن و به تعدادش هم مخصوصا در جاهایی که ازدواج‌های فامیلی وجود داره کم نیست. یعنی مثلا در کشور ما بین 1 به 1200 تا 1 به 2000 و حتی بیشتر بعضی از مواردش هست. درسته که به اندازه بیماری‌های خیلی روتینی مثل دیابت و فشار خون و اینا نیست، ولی خب مثل خیلی از بیماری‌های دیگه باید اونها رو بشناسیم چون پرزنتیشن های تظاهراتش هم متفاوت هست. یعنی بیماری‌های نقص ایمنی اولیه الان 525 بیماری نقص ایمنی اولیه در آخرین IAS 2024 در حقیقت گزارش شده و ژن‌هاش یه تعداد زیادشون کشف شده و بنابراین در این بیماری‌های نقص ایمنی اولیه همونطوری که گفتم یه سری از اجزای سلول‌های ایمنی یا اجزای موادی که باید در بدن تشکیل بشه دچار اشکال هست و بعد همین فرد دچار یه سری از عفونت‌ها میشه، عفونت‌های شدید میگیره و یا اینکه مثلا خود ایمنی ایجاد میشه و حتی در بعضی از مواقع دچار سرطان‌ها میشه. بنابراین تظاهر این بیماری‌ها متفاوت هست ولی باید به فکر اونها باشیم. در این بیماری‌ها مثلا مریضی است که یه سری علائم آگاهی دهنده داره که باید پزشک وقتی این علائم رو میبینه که مثلا در یک فردی خیلی زود دچار یه سری از بیماری ها شده، مثلا IBD یا بیماری های التهابی روده اگه زیر 6 سال باشه باید به فکر بیماری های نقص ایمنی باشیم. یا پس بنابراین یکی این که تظاهرات خیلی زود باشه یا خیلی عجیب باشه، مثلا یک فرد در عین حال در 2 جای بدنش مثلا هم مننژیت کرده هم پنومونی کرده، یعنی هم عفونت ریه کرده هم عفونت مغزی کرده. یا مثلا بعضی از اینها ممکنه که خیلی شدید باشه،
عفونت های بسیار شدید و با میکروب هایی باشه که بهش میگن میکروب های اپورتونیستیک، یعنی فرصت طلب، یعنی فرد عادی اینا رو نمیگیره، ولی یه وقتی کسی بیماری نقص ایمنی اولیه باشه دچار این بیماری ها، دچار این عفونت ها میشه. یا مثلا کسی واکسن زده و متاسفانه ریاکشن یا واکنشش به واکسن ها غیر عادیه، مثلا واکسن BCG که در ابتدای عمر میزنن یا واکسن های زنده ای که استفاده میکنن در تمام بدنش باعث بیماری شده و پخش شده، در صورتی که برای همه باید دفاع بدن رو به عهده بگیره. یا اینکه مریضی است که پشت سر هم سینوزیت های مکرر میگیره، عفونت های دستگاه تنفسی میگیره، هر بار مجبور بیمارستان بخوابه تا عفونت ریش درمان بشه، عفونت سینوساش درمان بشه، عفونت های ادراری، عفونت های گوارشی و امثال این. و حتی در بعضی از موارد مثلا یک جوانه که چند بار آبسهای مکرر داشته در بدن و هر دفعه یکی از اینها رو مجبور شده مثلا آبسه کبدی پیدا کرده، رفته درمان شده. بنابراین عفونت‌های غیر عادی کسی نباید تو دهنش برفک بزنه یا آفت‌های مکرر بزنه. البته بعضی وقتا توی افراد عادی آفت هم میزنه، ولی برفک رو به غیر از دو انتهای سن که نوزادان باشه یا افراد مسن باشه، اونم به خاطر اینکه سطح ایمنیشون پایینه، نباید در بدنش داشته باشه. یا مثلا 2 بار زونا گرفته یا امثال این. بنابراین چنین علائم آگاهی دهنده بهش میگن، هشدار دهنده ای رو که پزشک میبینه باید به فکر باشه که نکنه بیماری نقص ایمنی مطرح هست و برای تشخیصش حالا یا میفرستدش پیش کسی که در مورد این قضیه فوق تخصص های کلینیکال ایمونولوژی کار کردن و بنابراین آزمایشات لازم رو میدن و درمانهای لازم. نباید مریض رو بذارن که به عوارضش برسه و بعضی وقتا هیچ کاری نمیشه کرد و حتی بعضیاشون کشنده خواهد بود اگر که تشخیص به موقع داده نشود. پس اولین چیز اینه که آگاهی به اندازه کافی وجود داشته باشه، هم در سطح جامعه هم در سطح پرسنل پزشکی و پیراپزشکی. حتما باید همه در جهت اینکه تشخیص به موقع، وقتی تشخیص به موقع داده بشه این بیماری ها، بسیاری از اونها قابل درمان هست. خب تشخیص به چه صورت هایی هست؟ خب یکی میان مثلا برای مواردی که آنتیبادی دفیشنسی هستن، میان آنتیبادی ها رو در بدن چک میکنن و امثال این. یا سلول های بدن رو بررسی میکنن، دفاع بررسی میکنن با تست هایی که وجود داره و بعد تصمیم به درمان میگیرن. مثلا که کسی که آنتیبادی ها در بدنش کم هست جایگزین میکنن، داروهایی هستش که هر ماه میاد تزریق میکنه. فقط اینو بگم که غیر از اون عفونت‌های مکرر که بیماری‌های نقص ایمنی ممکنه مبتلا بشن، ممکنه مریض خود ایمنی پیدا کنه. یعنی مثلا در یک زمان بیماری‌های روماتیسمی داره، بیماری‌های التهابی داره و یکی دو تا از اونها رو همزمان داره. هر وقت که پزشک ببینه که ممکنه کسی هایپوگاماگلوبولینی یعنی آنتیبادی دفیشنسی فقط نباشه، ممکنه گفتم 525 نوع بیماری نقص ایمنی وجود داره، شایع ترینش آنتیبادی دفیشنسیه. پس اگه در یک خانواده‌ای مثلا خود فرد بیماری التهابی روده داره، نمیدونم لوپوس داره، بعد پدرش یه نوع دیگه داره، مادرش یه جوری، خواهرش یه جوری دیگه، برادرش یه جوری، باید حتما فکر کنن که نکنه این بیسش ژنتیکی باشه و بیماری نقص ایمنی داشته باشه. چون یکی از کلاسیفیکیشن ها یا طبقه بندی بیماری های نقص ایمنی که حدود 11-12 تا طبقه بندی داره، بیماری های اوتو اینفلاماتوری هستش و بیماری های التهابی هست و یه سریشون هم بیماری های اوتوایمون دارن. و همچنین ممکنه حتی ما مواردی داشتیم که اصلا سرطان لنفوم مثلا داشته و بعد فهمیدیم این از ابتدای بچگی و جوانی دچار اشکال بوده، یعنی مرتب عفونت‌های مکرر می‌گرفته یا بیماری‌های مختلف می‌گرفته و بعدش در جریان اون مثلا سرطان مغز استخوان یا سرطان غدد لنفاوی گرفته. پس میتونه به تظاهرات دیگری هم بیماری‌های نقص ایمنی داشته باشه. همونطوری که گفتم بر اساس اینکه واقعا عفونت‌های فرصت طلب باشن یا عفونت‌های غیر عادی باشن یا خیلی شدید، حتی
عفونت‌های بسیار شدیدی که غیر عادیه، پزشک می‌بینه که این واقعا برای فرد غیر عادیه. پس تشخیص هم قابل اجرا هست و درمان‌های مختلفی وجود داره مثل ایمونگلوبولین آیوی یا مثلا GCSF، اینترفرون گاما، بر اساس اینکه کدوم یک بیماری و آنتیبیوتیک‌های پروفیلاکسی و حتی پیوند مغز استخوان و ژن درمانی. فقط اینه که ما بدانیم بیشتر در مورد بیماری‌های نقص ایمنی و در موردش تشخیص ها رو به موقع بدیم قبل از اینکه دیر بشه، مثلا فرد جوان ریش دچار برونشیکتازی بشه یا یه فرد در حقیقت دچار کاهش شنوایی بشه به دلیل عفونت‌های مکرر گوش یا سکل‌هایی بذاره که دیگه قابل برگشت نیست. و این نیست که بیماری‌های نقص ایمنی فقط در مثلا نوزادی و بچگی باشه. بعضی از این بیماری‌های نقص ایمنی اصلا میتونه تظاهرش در سنین بالا باشه و اون در حقیقت بیس ژنتیکی، اون مشکل ژنتیکی رو داشته باشه و بعد خودش رو در دهه 2 و 3 نشون بده، یا حتی ممکنه که اگه تشخیص داده نشده باشه در دهه‌های بعدی. با تشکر از شما و انشالله که همه بیشتر به فکر این بیماری ها باشین تا به موقع تشخیص داده بشه. خیلی ممنون. خداحافظ.